أينما كنا أينما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله: والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث. خوش آمدید به درسی ششمی کتاب مختصری قدوری. مؤلف رحمه الله از اینجا به بعد حکم آب مستعمل بیان میکنه و آب مستعمل خودش اینجا تعریف میکنه، میفرماید کل ماء ازیل به حدث، هر آن آبی که به وسیله آن حدث دور کرده شود و حدث عام است که حدثی اصغر باشه یا حدثی اکبر. تفصیل ازید در درس‌های سابق گذشت. او استعمل فی البدن علی وجه القربه، یا این که آبی بوده باشه که در بدن به خاطر تقرب و حصول اجر و ثواب استعمال کرده شود، مانند غسل روز جمعه که غالبا به خاطر جنابت نمی باشه و همچنان به خاطر حیض و نفاس، بلکه تأکیداتی زیادی رسول الله صلی الله علیه وسلم به غسل روز جمعه کردن. به خاطر از او انسان غسل میکنه و از این غسل اجر میخواد، تقرب به الله تعالی، اراده تقرب به الله تعالی را دارد و همچنان مثالهای دیگری هم دارد. پس مؤلف میفرماید که والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الاحداث، آبی که مستعمل بوده باشه ای آب درست نیست، میگه جایز نیست که استفاده برده شود در طهارت احداث، پاکی احداث. احداث جمع حدث، یعنی حدثی اصغر و اکبر. یعنی با آب مستعمل درست نیست که انسان وضو بگیرد یا اینکه غسل جنابت کنه یا غسل حیض و نفاس کنه. و این رأی عده از علمای حنفی است که آب مستعمل نجس میدانند و به این درست نمیدانند که انسان وضو بگیرد یا اینکه غسل کند، غسل جنابت یا غسل حیض و نفاس. اما عده دیگری از علمای حنفی به این رأی نیستند، بلکه آب مستعمل پاک میدانند و این رأی جمهوری از اهل علم است و ادله شرعی هم موافقی همین قول جمهور است که آب مستعمل ناپاک نمیدانه. یعنی از ادله شرعی دانسته میشه که آبی مستعمل ناپاک نیست. احادیث بیشماری می آید، از جمله جابر رضی الله عنه مریض شدن، رسول الله صلی الله علیه وسلم به عیادتشان رفتن و وضو گرفتن، آب وضوی خدا بالای جابر پاشیدن، انداختن. و همچنان رسول الله صلی الله علیه وسلم وضو می گرفتن، صحابه مبادرت می کردن، میشتابیدن، قطرات آب وضوی رسول الله صلی الله علیه وسلم را گرفته به بدن خود می مالیدن. اگر نجس می شد آب مستعمل، با صحابه آب نجس و بدن خود نمی مالیدن و همچنان رسول الله صلی الله علیه وسلم آب نجس بالای صحابی خود نمی انداخت. اگر شخص ادعا کنه که این خصوصیت برای رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده، خب از پیشش مطالبه میشه به خصوصیت و دلیلی وجود نداره برای خصوصیت. و همچنان حدیثی ابن عباس رضی الله عنهما رد میکنه بالای کسی که ادعای خصوصیت کنه. ابن عباس رضی الله عنهما میفرماید یکی از زنهای رسول الله صلی الله علیه وسلم با مقداری از آب که در ظرفی بود غسل جنابت کرد و از او آب مقداری هم باقی ماند و رسول الله صلی الله علیه وسلم میخواست که با آن غسل کنه یا این که وضو بگیرد. خانمشان فرمود که ما به این آب غسل جنابت کردم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن آب جنوب نمیشود. پس ادله واضح است و غیره احادیث بیشمار است در این باب. خب چند طرح اشارتاً ذکر کردم. این احادیث ها دلالت به این داره که آبی که استعمال شد او آب ناپاک نیست، الا اینکه طبیعت انسان اگر نمیکشه باز حکم نجس بالای از او
نکند. و قولی که آبی مستعمل نجس است قولی ضعیف است و همچنان علمای حنفی به اتفاق ندارند. و کل اهاب دبغ فقط طهر. از اینجا به بعد حکمی پوستا را بیان میکنه. پوست حیواناتی مأکول اللحم باشه یا غیری مأکول اللحم، حیواناتی که خود مرده باشه، مأکول اللحم باشه خود مرده که یعنی ذبح شرعی نشده باشه، یا حیواناتی غیر مأکول اللحم که نجس هستن مطلقاً پوستی از اونها میگه حکم از این ذکر میکنه که وقتی که اگر دباغت یعنی آش داده شد میگه درست است که انسان از پوست استفاده کنه. و کل اهاب دبغ فقط طهر. و هر پوستی که دبغ آش داده شود، رنگ کرده شود، فقط طهر به تحقیق این پوست پاک میشه. اینها اصلا امو پوستی را میگه که قبل از اینکه رنگ داده شود اطلاق اهاب بالای امو پوست میشه و بعد از اینکه رنگ داده شد باز او را ادیم میگنش. برابر است که اهاب از حیوانات مأکول اللحم باشه گفتیم یا غیری مأکول اللحم. و این قول علمای حنفی است و عده علما هم موافقی از اینها. اما بعضی اهل علم حیواناتی غیر مأکول اللحم میگن اگر دباغت هم داده شد پوستی از اونها پاک نمیشه. مثلا مسئله اختلافی است، اگر اجتناب شود بهتر است، اما ادله هر دو جانب ادله دارن، احادیث دارن که از او استدلال میکنن. و جازت الصلاة فیه. و جایز است یعنی پوستی که وقتی دباغت داده شد پوستی حیوان غیر مأکول اللحم یا حیوانی که ذبح نشده باشه به طریقه شرعی، یعنی حیوان مأکول اللحم باشه و طریقه شرعی ذبح نشده باشه، خود مرده باشه، جازت الصلاة فیه، بعد از دباغت جایز است به این پوست نماز خواندن. یعنی پوست جای نماز بسازی یا اینکه کالا بسازی یا جمپر و جامه و هر چی که میسازی درست است که به این نماز بخوانی. والوضوء منه. و همچنان وضو با آبی این پوست درست است، یعنی داخل پوست داخل مشق آب بگیری و با او آب غسل یا اینکه وضو هر دو جایز است. الا جلد الخنزیر والآدمی. از تمام این پوستای حیوانات مأکول اللحم یا غیر مأکول اللحم فقط میگه پوست خنزیر مستثنا است. پوست خنزیر گفته میشه خوگه، یعنی خوگ با دباغت آش دادن پوستی ازی پاک نمیشه چون ایرا نجاستی عینی میدانن. و بعضی ها سگ هم استثناء قرار میدهن، علمای حنفی و بعضی حنابله. و البته اینجا سگ ذکر نکرد به این معنا که یعنی پوست سگ هم اگر دباغت داده شود در نزد علمای حنفی استعمال از او جایز است. والآدمی. و همچنان پوست آدمی جایز نیست بعد از دباغت از این استفاده برده شود. البته خنزیر به خاطر نجاستش و اما آدمی انسان به خاطر کرامت و شرافتش. و شعر المیتة و عظمها و حافرها و عصبها و قرنها طاهر. و شعر المیتة موی خود مرده، و عظمها و همچنان استخوانی او، و حافرها سنبی از او، و عصبها عصبی او. عصب پایه میگه مانند رگوری در بدن انسان مفاصل ها را با هم ربط میدهد. و قرنها و همچنان شاخی حیوان خود مرده طاهر پاک است. به این معنا که اگر دست برسه، اگر کاله انسان به او برسه بی نماز نمی سازه، یا اینکه انسان در چیزی گرفته استفاده کنه مشکل نداره. و اذا وقعت فی البئر نجاسة نزحت. از اینجا به بعد احکامی نجاستی که در چاه میفته ایره بیان میکنه. میفرماید و اذا وقعت فی البئر نجاسة، وقتی که واقع شد افتید نجاست در چاهی
نزحت این نجاست کشیده میشه، بیرون کرده میشه. و کان نزح ما فیها من الماء طهارة لها، و می باشه کشیدن آنچه که آب است در داخل از این چا، طهارت بری از این، پاکی بری از این چا می باشه. یعنی وقتی که نجاست افتید، ابتدا نجاست گرفته بیرون میکنی و بعد از او چا چی وقت پاک میشه؟ آبی از این گرفته کاملا بیرون کنی، باز ای چا پاک میشه. میگه این یک ملخصی مسئله را بیان کرد. بعد از این تفصیل کاملی از این را بیان میکنه که انواع نجاسات که در چا میافته، چقدر آب کشیده شود، در کدام صورت کامل کشیده شود، در کدام صورت کم و زیاد کشیده شود، بیان میکنه. فإن ماتت فيها فأرة، اگر مرد فيها در امی چا فأرة، موش او عصفورة یا گنجشک او صعوة، همچنان نوعی از گنجشکی بالای سرش میگن سرخ است، او سودانیة، هم نوعی گنجشکی دمش دراز میباشه، او سام ابرس یا سوسمار. سام ابرس سوسمار میگن، نوعی از سوسمار. نزح منها ما بین 20 دلوا الى 30 دلوا، کشیده می شود منها از امی چا، ما بین 20 دلوا الى 30 دلوا، از 20 دلو گرفته تا 30 دلو. دلو امو سطلی را گفته میشه که با وسیله از او آب چاره کشیده میشه. بحسب کبر الحیوان و صغره، به اعتبار بزرگی حیوان و همچنان خردی حیوان. از 20 تا 30 تا که گفتیم، میگه از 20 دل تا 30 دل. این به اعتبار بزرگی حیوان و خردی حیوان. اگر خرد باشه از 20 یا بالاتر کفایت میکنه، اگر بزرگ باشه از او به بالا تا 30 تا باید بکشی. و این ماتت فیها حمامة او دجاجة، اگر مرد فیها درمی چا حمامه کبوتر گفته میشه. حمامه است یکی حمام و حمامه. حمام مو تشنامه میگه به تشدید، اما حمامه بدونی تشدید کبوتر میگه. او دجاجة، یا این که مرغ، او سنور، یا پیشک گربه. اینها اگر در چا افتید و مردم اونجا، نزیحه کشیده میشه منها از امی چا ما بین 40 دلوا الى 60 دلوا، از 40 دلو گرفته تا 60 دلو. این هم به اعتباری امو حجمش که خرد است یا بزرگ. و ان ماتت فیها کلب او شات او آدمی نزح جمیع مائها، اگر مرد داخل امی چا کلب سگ او شات یا گوسفند او آدمی یا انسان، نزح کشیده میشه جمیع مائها تمام آب امی چا، چون اینها بزرگتر است. و این انتفخ الحیوان فیها، اگر ورم کرد، انتفاخ گفته میشه ورم کردنه، حیوان داخل چا افتید و همونجا باقی ماند یک مدتی که ورم کرد. او تفسخ فیها، یا اینکه داخل همون چا ریزه شد، محلول شد، حل شد با آب، بدنش ریزه شد. نزح جمیع ما فیها، کشیده میشه و تمام آنچه که در چا است، آبی چا همش کشیده میشه. صغر الحیوان او کبر، برابر است که حیوان خرد باشد او کبر، یا اینکه بزرگ باشد. دی وقتی که انتفاخ و تفسخ صورت گرفت، دی صورت باز حیوان دیده نمیشه که خرد است یا کلان، هر کدامش که باشه آب چاره کامل کشیده میشه. و عدد الدلاء یعتبر بالدلو الوسد، اینجا اشکال ازاله میکنه که خب امی سطلایی که برای کشیدن آب در چاها استفاده میشه، این بعضی سطلهاش بسیار بزرگ است، بعضی تاش بسیار خرد است، بعضی ها متوسط است. کدام از اعتبار داره که تو 20 تا میگی، 40 تا میگی، 60 تا میگی؟
با 60 یعنی سطل بزرگ یا خرد یا متوسط. میگه و عدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط. و عددی امو دلا جمعی دلوهایی که معتبر است برای کشیدن بالدلو الوسط، بمو دلو وسط، سطل وسط. المستعمل للآبار في البلدان، امو سطلی که استعمال کرده میشه در چاهای شهرها. فإن نزح منها بدلو عظیم قدر ما يسع من الدلو الوسط احتسب به. میگه اگر این تو شد که با دلوی بزرگ، با سطل بزرگ اگر کشیدن، به اندازه امو سطل وسط اگر کشیده شد دیگه امو اعتبار داده میشه. مثلا به اندازه سطل وسط همیست که 40 سطل باید کشیده شود. 40 سطل با سطل بزرگ اگر ایره مقایسه کنی، وزن کنی، شاید سطل بزرگ 35 تا بیایه یا تا 30 تا بیایه. سطل ها بزرگتر می باشه. پس امی 30 تا که به اندازه 40 سطل بوده باشه امی اعتبار داده میشه و به امی اکتفا کرده میشه. فإن نزح اگر کشیده شود منها از امی چا بدلو عظیم، به سطل بسیار بزرگ، بدلوی عظیم بزرگ، قدر ما یسع به اندازه آنچه که برابر میشه من الدلو الوسطی از سطل وسط، به اندازه آنچه که به دلو وسط، یعنی مقداری که به دلو وسط مطلوب است، 40 تا یا 50 تا یا 60 تا، به اندازه از او برابر میشه. احتسب به، امی حساب کرده میشه، اعتبار داده میشه، به امو اکتفا کرده میشه. و این کانت البئر معینا لا تنزح، اگر ای تو باشه که آب چا جاری باشه، معین گفته میشه آب جاری را، یعنی آب چا جاری باشه که کشیدنی از او غیر ممکن باشه، سخت است. و از یک طرف دیگر واجب است که باید بکشی آب، چون حیوان افتیده، حیوان داخلش ورم کرده یا اینکه تفسخ کرده، یعنی میده ریزه قطع شده. پس در این صورت واجب است که باید این آب بکشی. در این صورت میگه باید چی کنه؟ میگه و این کانت البئر، اگر بوده باشد بیر امو چا معینا آبش جاری، لا تنزع، یعنی در صورتی بوده باشه که امکان نباشه کشیدنی از او. و قد وجب نزح ما فیها، و از یک طرف دیگری واجب شده کشیدنی آنچه که در داخل چا است، یعنی آب چا. از یک طرف واجب شده که باید آبی از زیر بکشیم، از یک طرف دیگری امکان کشیدنش نیست. چه کار کنیم؟ میگه اخرجو، بیرون میکنن مقدار ما کان فیها من الماء، مقدار آنچه که در داخل از این چا آب است. ایره چطور اندازه میکنن؟ خو از اینجا به بعد یک قول نقل میکنه که باید اینقدر سطل کشیده شود. و عده دیگری چنین بیان کردن که در پهلوی موچا به اندازه آبی که است، اما آبی از او را اندازه کرده میشه، به اندازه از او یک چای دیگری کشیده میشه و امو چا را پر میکنن، به اندازه آبی از امو او را پر میکنن. و بعضیا گفتن آب اندازه کرده میشه، از زیر انسان روان میکنن به زیر، آب اندازه میکنن و امو مقدار اندازه امو آب امو بیرون کرده میشه. و اینجا از امام محمد قولی دیگری نقل میکنه، میگه وقد روی عن محمد ابن الحسن، از محمد ابن حسن شاگرد امام ابو حنیفه رحمه الله نقل شده، میگه روایت کرده شده انه قال ينزح منها 200 دلو، از امی چا کشیده میشه 200 دلو، الى 300 دلو تا 300 دلو، از 200 تا 300 دلو کشیده میشه. و اذا وجد في البئر فارة او غيرها ولا يدرون متى وقعت، و اگر دیده شو، پیدا کرده شو فی البئر در چا، فارة موش او غیرها یا دیگر حیوانات دیگری، ولا يدرون متى وقعت، و نمیدانند چی وقت داخل شده، واقع شده، یعنی چی وقت افتیده می موش یا حیوان دیگری در چا. ولم تنتفخ، اگر ورم نکرده باشه حیوان بعد از افتیدن،
ولم تتفسخ و همچنان ریزه ریزه قطعه قطعه نشده باشه، اعادوا صلاة یوم و لیله، اعاده میکنن نماز یک شب و روزه. اذا كانوا توضؤوا منها، اگر بوده باشن که از می آب وضو گرفته باشن، یعنی وضوشان اگر از می آب شده باشه، باز نماز یک شب و روزی خدا اعاده میکنن. و غسلوا كل شيء اصابه ماؤها، و همچنان میشوین پاک میکنن هر آن ظرفی را که رسیده باشد آبی از چا، یعنی هر ظرفی که با آبی چا شسته شده باشه او را دوباره میشوین. و ان كانت قد انتفخت، اگر در صورتی که امی حیوان داخل چا افتیده باشه و باز ورم کرده باشه، مرده باشه ورم کرده باشه، او تفسخت، یا اینکه دمو داخل قطع قطع و ریزه ریزه شده باشه، امو جسم بدن یزی با آب خلط شده باشه کاملا. اعادوا صلاة 3 ایام و لیالیها، اعاده میکنن نمازی 3 شب و روز را. في قول أبي حنيفة رحمه الله، بنا بقول إمام أبو حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله، اما امام ابو یوسف و محمد که هر دو شاگردان امام ابو حنیفه رحمهم الله جمیعا است، اینها میگن لیس علیهم اعاده شیء، بالای از اینها اعاده هیچ چیز نمی باشه، حتی یتحققوا، تا با وقتی که تحقق حاصل نکنن، تبین حاصل نکنن، یقین حاصل نکنن، متى وقعت، چی وقت افتیده است امی حیوان داخلی چا، یعنی تا با وقتی که یقین نداشته باشن بدانن که حیوان داخل چا چی وقت افتیده است، تا او وقت دیگر بالایشان اعاده لازم نمی باشه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.